گندم سلام باش. باشه مامان مدرسه من نمیخوای بری؟ خوابم میاد. خوابت میاد؟ دیگه مدرسه باید بری دیگه. بودو باشه. مگه مدرسه با هم جدا هن؟ مگه پسر میره تو مدرسه دیگه دختر میره تو مدرسه دیگه؟ آره دیگه. چرا؟ اینجوری کردن دیگه، علتشو منم نمیدونم. حتی دانشگاه هم بعضی موقع جدا میکنن. سلام، من دارم میرم مدرسه. تا حالا این همه آدم دیده بودیم؟ این همه. بعدش اینجا ترافیک زیاده. ما به خاطر اینکه همه دارن میرن سر کار و اینا، به خاطر همین اینایی که میرن سر کار، مرد کودک، مدرسه، کار اداری. بعد من الان اومدم بهتون توضیح بدم. نگاه کن. خب اینا بودن. اینا خیلی آدم هستن دیگه، وقت ندارم. الان مامانا میگفتن که مثلا اینکه معلمتون دست میکوبیده رو میز داد میزده. نه، داد نمیزده. پس چی؟ فقط دست میکوبیده رو میز. فقط دستشون میکوبیده رو میز؟ آره. یعنی تو مشکلی نداری با این قضیه؟ نه. تو فقط دوست داری بری مدرسه؟ ماما اگه مثلا چیزی هم ناراحتت میکنه بگی، اشکالی نداره ها. حالت خوبه گندم؟ چیکار داری میکنی؟